سلام بچه، خیلی خوش اومد به ویدیو دیگه از چنل خودتون. تو این ویدیو با هم دیگه میخوایم بریم سراغ یه پرونده خیلی دردناک که این پرونده مربوط میشه به یک کودک خیلی کوچیک، کودکی که 16-17 ماهش بیشتر نیست و به قتل میرسه. تو این ویدیو با هم دیگه میخوایم در مورد موضوعاتی از جمله کودک آزاری، خانواده های ناسالم، پدر و مادر آزارگر، قتل، قربانی کودک، خشونت فیزیکی، خشونت خانگی، اینجور داستانا بپردازیم. اگه یکی از این موردهایی که گفتم باعث آزارتون میشه، اصلا این ویدیو رو نگاه نکنید. اصلا پیشنهاد نمیکنم که این ویدیو رو نگاه کنید. اما از اونجایی که میدونم خیلی کنجکاوید و میخواید این ویدیو رو تا آخر ببینید، پس اگه میخواید ببینیدش حتما اگه خوشتون اومد لایک کنید ویدیو رو و چنلمون هم سابسکرایب کنید و بریم سراغ ویدیو. خب بچه، کودک آزاری زمانی رخ میده که شخصی باعث آسیب جسمی، روحی و یا روانی، مرگ یا خطر جدی به یک کودک وارد بشه. کودک آزاری انواع مختلف داره، یعنی میتونه بی‌توجهی و ترک کودک باشه و یا آزار جنسی و سوء استفاده جسمی یا حتی عاطفی باشه. توی همین لحظه‌ای که من و شما داریم این ویدیو رو نگاه میکنیم، هر 5 دقیقه یک کودک جونش رو بر اثر این آزارها از دست میده. پرونده امروزمون هم درباره یکی از همین کودکاست، درباره دختر بچه‌ای به نام جونگ این که متاسفانه به دلیل کودک آزاری عمر خیلی کوتاهی داشته. 2019 به دنیا اومده و سال 2020 جونش رو از دست داده. جونگ این در 10مین روز ماه جون سال 2019 توی شهر سئول، کشور کره جنوبی متولد شد. یه نوزاد دختر بود و وزنش هم حدود 3 کیلو و 43 گرم بوده. بچه سالمی هم بوده. مادر بیولوژیکی این بچه توانایی نگهداری و مراقبت از دخترش رو نداشت. به همین ترتیب 8 روز پس از تولد نوزاد، جونگ این رو به کلیسا برد و همونجا رهاش کرد. از 8 روزگی تا 8 ماهگی جونگ این در مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست زندگی میکرده تا اینکه توی 8 ماهگی توسط یک خانواده به سرپرستی گرفته شده. افرادی که توی 8 ماه اول از جونگ این نگهداری میکردن گفتن این بچه نوزاد شاد و خوشحالی بود. عاشق وقتایی بود که موسیقی پخش میکردن و همچنین همیشه میخندید و لبخند میزد. حالا میریم سراغ کسایی که این دختر بچه رو به عنوان سرپرستیشو قبول کردن. توی آگوست 2019 جانگ هایونگ 33 ساله و همسرش آن سونگیون 35 ساله درخواست فرزندخوندگی پر کردن و گفتن برای دختر 4 سالشون دنبال یه خواهر و همبازی میگردن. تاکید داشتن که بچه‌ای که میخوان به سرپرستی بگیرن یه دختر بچه کوچیک باشه. همچنین به خاطر پروسه فرزندخوندگی تمام غربالگری‌های خانوادگی و آزمون‌های روانشناختی رو گذرونده بودن. خلاصه مادر خانواده یعنی هایونگ از دانشگاه بین‌المللی هاندونگ فارغ التحصیل شده بود. پدرش کشیش کلیسا بود و مادرش هم یه مرکز بزرگ مهد کودک داشت. پدر خانواده یعنی سونگیونگ هم مثل زنش از دانشگاه هاندونگ فارغ التحصیل شده بود. پدرش کشیش بود و هر دو طرف خانواده‌های مذهبی داشتن و وضع مالی نسبتا خیلی خوبی هم داشتن. خلاصه که با وضعیت مناسبشون مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست تشخیص داد که جونگ این همون مورد مناسبیه که هایونگ و سونگیون دنبالش میگردن. این دختر بچه هم سنش خیلی کم بود و از نظر جسمی سلامت کامل داشت. خلاصه که بچه رو دیدن و بالاخره تو سال 2020 توی ماه دوم سال و ابتدای همهگیری کرونا، جونگ این 8 ماهه به خونه سونگیونگ و هایونگ نقل مکان کرد. زمانی که این بچه رو به سرپرستی گرفتن 8.5 کیلو وزن داشت و روی خط رشد بوده. جونگ این در کل 271 روز یعنی حدود 8 ماه با این خانواده زندگی کرد و هر روز و هر شب این 8 ماه چیزی جز آزار و اذیت و شکنجه‌های وحشیانه‌ای نبود. این بچه به طور سیستماتیک مورد آزار قرار می گرفت. به طرز بیرحمانه کتک می خورد، استخوناش می شکست و به معنای واقعی کلمه توی جهنم زندگی می. یعنی فکر کنید یه بچه 8 ماه رو به قدری محکم کتک می زدن که تعداد زیادی از استخوناش شکسته بود.
به بچه گرسنگی میدادن چون بوی مدفوعش رو دوست نداشتن. نمیدونم توقع داشتن مدفوع بچه چه بویی بده واقعا. هایونگ یعنی مادر خانواده غذایی رو که تازه از مایکروویو بیرون آورده بود و توی دهن بچه فشار میداد و به همین دلیل اطراف لب و داخل دهن جونگین همیشه پر از زخم و تاول بود. وقتی بچه گریه میکرد هایونگ و سونگیون روی دهنش سیلی میزدن تا صدایی از خودش در نیاره. این بچه حتی هنوز اونقدر بزرگ نشده بود که راه بره یا حرف بزنه، ولی وقتی کمی گریه میکرد انقدر محکم سیلی میخورد که حتی لبش پاره میشد. پدر و مادر جونگین هر نوع آزار جسمی که فکرش رو بکنین به بچه میرسوندن و هر کاری برای ساکت کردنش انجام میدادن. یه بار بچه گریه میکرد و این دو نفر برای ترسوندنش کالسکش رو در حالی که بچه داخلش بود و واژگون کردن. وقتی هم جونگین سعی میکرد راه بره رو روی پاش بیسته میزدن زیر پاش و زمانی که بچه زمین میخورد سرش میخندیدن. جونگین رو از بازوهاش آویزون میکردن و به زیر بغلش ضربه میزدن چون میدونستن زیر بغل جای حساسی و ضربه زدن بهش درد شدیدی ایجاد میکنه. جونگین در طول این 8 ماه به مهد کودک میرفت، اما 2 ماه از این 8 ماه اصلا خبری ازش توی مهد کودک نشد. طی این 2 ماه بچه در طول روز خونه تنها میموند، یعنی توی کمترین حالت حداقل 3 ساعت بچه رو توی خونه تنها میذاشتن و وقتی هم برمیگشتن از ساعت 7 شب به بعد توی اتاق تاریک حبسش میکردن. این وسط یک روز کاملا وسط تابستون بدون سرپرست کنار استخر گذاشتنش و رهاش کردن. همونطور که گفتم غیر از 2 ماه جولی و سپتامبر توی 6 ماه دیگه جونگین به مهد کودک میرفت و اولین باری که مسئولین مهد کودک متوجه زخم و کبودی‌های روی بدن جونگین شدن 2 ماه پس از سرپرستی گرفته شدنش بود. یه سری کبودی‌های غیر عادی روی صورت و گوشای بچه دیدن. اول زیاد نگران نشدن چون به هر حال جونگین بچه بود و امکان داشت ناخواسته به خودش آسیب زده باشه و خودش رو زخم کرده. اما بعد دیدن این کبودی‌ها روی ران، شکم و حتی گردن بچه هم وجود داره. بعضی استخوناش هم شکسته. قضیه رو در 25 می سال 2020 به پلیس گزارش دادن. پلیس هم مؤسسه حمایت از کودکان پرونده رو بررسی کردن و نتیجه گرفتن هیچ سوء استفاده‌ای صورت نگرفته. درک نمی‌کنم چه جوری به این نتیجه رسیدن، ولی خب آخرش مثل همیشه پرونده رو بستن. خلاصه توی 29 جون 2020 یعنی حدوداً 1 ماه بعد از گزارش قبلی یکی از دوستای خانوادگی جانگ متوجه شد جونگین در یک روز گرم تابستونی بیش از 1 ساعت داخل ماشین با شیشه های بالا رها شده. این دوست ماجرا رو به پلیس گزارش داد و دقیقاً 1 ماه بعد پلیس قضیه رو مورد بررسی قرار داد و فهمید تمام فیلم ها و دوربین های مداربستی اون خیابون پاک شده. وقتی همچین گزارشی به پلیس میره پلیس باید درجا اقدام کنه، نه اینکه بذاره 1 ماه بعد بره سراغ پرونده. عجیبه ولی خب اتفاق افتاده. پرونده به طور واضحی در مورد کودک آزاری و جون یه بچه بود، ولی اینا 1 ماه تمام وقت داشتن ولی سراغ دوربینا نرفتن که بخوان چک کنن ببینن همچین اتفاقی افتاده برای جونگین یا نه. همونطور که قبلا هم گفته بودم جونگین از ماه جون سال 2020 تا سپتامبر سال 2020 به مهد کودک نرفت، اما وقتی پس از 2 ماه برگشت مسئولین و معلمای مهد کودک از دیدن وضعیت این بچه شوکه شدن، چون این مقدار قابل توجهی وزن از دست داده بود و تمام بدنش کبود بود و به وضوح درد میکشید. معلم فوری بردنش بیمارستان و اونجا یه پزشک اطفال جونگین رو معاینه کرد. با دیدن وضعیتش فوری پلیس رو خبر کرد و گفت جونگین از سوء تغذیه و کودک آزاری شدید رنج میبره. خیلی هم تاکید کرد که نذارین این بچه پیش پدر و مادرش برگرده و فوری جونگین رو از خانوادهش جدا کنید. با وجود حرف پزشک اطفال، پلیس و مؤسسه حمایت از کودکان بچه رو به یک کلینیک دیگه بردن. پزشکی که در این کلینیک کار میکرد با جانگ و سونگیون آشنا بود و بعدش هم این آشناییت باعث شد که دکتر تشخیص بده بچه مشکلی نداره و فقط دهنش عفونت کرده و مثل دفعه قبل بازم پلیس پرونده رو بست. جونگین دوباره تحویل
والدین بد سرپرستش داده شد و دقیقاً 20 روز بعد پس از بسته شدن پرونده سوم جونگ این در 16 ماهگی درگذشت. میریم سراغ این که اصلا ببینیم این بچه 16 ماهه چطوری به قتل رسیده. خلاصه پس از سومین گزارش کودک آزاری و باز هم بسته شدن پرونده دیگه کاری از دست مسئولین مهد کودک بر نمی اومد. توی 12 اکتبر سال 2020 جونگ این با وضعیتی بدتر از روزهای دیگه به مهد کودک رفت. طبق اظهارات معلما این بچه نمیتونست راه بره، نه بیسته و نه حتی غذا بخوره و یا حتی آب بنوشه. شکمش متورم شد و باد کرده بود و پوشکش هم ساعتهای زیاد بدون ادرار و خشک بود، اما حتی ذره‌ای گریه نمی‌کرد. مربی مهد کودک وقتی دیدن وضعیت بچه اینطوریه با مادرش تماس گرفتن. هایونگ به مهد کودک اومد و چند دقیقه با بچه تنها موند و بعدش به مسئولین گفت جای نگرانی وجود نداره. سپس اونجا رو ترک کرد. اما حال جونگ این واقعا خوب نبود. بدنش رسما داشت از کم آبی خشک میشد. معلم سعی کردن چند قطره شیر و غذا به بچه بدن، اما جونگ این بلافاصله پس از نوشیدن مایع شروع به نفس زدن کرد و تمام بدنش لرزید. همون روز بعد از ظهر پدر بچه یعنی سونگیون اومد دنبال جونگین و دخترش رو به خونه برد و مربی مهد به سونگیون گفت وضعیت بچه خوب نیست و تمام مسئولین مهد کودک نگران جونگین هستن. بچه حتی نمیتونست روی پاهاش بیسته. وقتی سونگیون این حرفو شنید فوری سعی کرد جونگین رو مجبور کنه تا راه بره. فکر کنید کودک به قدری ضعیف بود که حتی نمیتونست بیسته. بعد این مرد هی بچه رو هول میداد تا راه بره. مربی با جدیت از سونگیون خواست تا جونگین رو به بیمارستان ببرن، اما پدر بچه مخالفت کرد و گفت فعلا لازم نیست. بعد از 13 اکتبر سال 2020 هایونگ بین ساعت 8:46 الا 9:01 صبح از جونگین فیلم گرفت و مجبورش کرد تا راه بره. بچه تو این ویدیو به شدت درد داره و دائما گریه میکنه، اما هایونگ با صدای بلند سر بچه 19 ماهه فریاد میکشه و ازش میخواد تا پاهاش رو تکون بده و راه بره. حدوداً ساعت 9:40 صبح همسایه ها چند تا صدای بلند از طبقه بالاشون شنیدن. انگار یک نفر داشت دمبل ورزشیش رو 4-5 بار روی زمین پرت میکنه. همجوری که میدونید دمبل ورزشی نبوده و جونگین بوده. همسایه‌ها نگران شدن و رفتن بالا تا ببینن صدای چیه. وقتی در خونشون رو زدن هایونگ در رو باز کرد و همون لحظه دختر بزرگ خانواده، بچه بیولوژیکیشون، همسرش رو از در بیرون آورد. و یعنی حتی این بچه هم توی خونه حضور داشت که همچین بلاهایی رو سر جونگین می آوردن. خلاصه هایونگ مادر خانواده از همسایه‌ها بابت سر و صدا معذرت خواست و گفت دیگه تکرار نمیشه. پس از بستن در هایونگ با مهد کودک جونگین تماس گرفت و گفت دخترش امروز به مهد نمیاد. همون روز حوالی ساعت 10:19 صبح هایونگ دختر بزرگش رو به مهد برد. سپس به مغازه لباس فروشی رفت و تصویرش رو توی دوربینای مداربسته این مغازه ثبت شده. طبق ویدیوهایی که این دوربینا ضبط کردن هایونگ تنها بوده، یعنی جونگین دوباره داخل خونه تنها بوده. هایونگ بعد از مغازه لباس فروشی به خونه برگشت و سپس با تاکسی تماس گرفت تا بالاخره جونگین رو به بیمارستان ببره. وقتی راننده تاکسی به خونش رسید دید که جونگین کبود شده و بیهوشه. از هایونگ خواست تا با آمبولانس تماس بگیرن چون این بچه هر لحظه ممکن بود از دست بره، اما هایونگ قبول نکرد. سرانجام به بیمارستان رسیدن. قلب جونگین چندین بار ایستاد و احیاش کردن، اما متاسفانه آخرین بار نتونستن نجاتش بدن و جونگین در 13 اکتبر سال 2020 در سن 16 ماهگی جونش را از دست داد. وقتی که پزشکای اورژانس در حال احیای بچه بودن و جونگین برای زنده موندن مبارزه میکرد، هایونگ بیرون اورژانس نشسته بود با موبایلش توی فروشگاه‌های اینترنتی میچرخید و دنبال یک قنادی میگشت تا ازش شیرینی بخره. خب بچه حالا میریم سراغ کالبد شکافی و میبینیم که پزشک کالبد شکاف چیا گفته در مورد جونگین.
متاسفانه بچه از دست رفت و کاملا واضح بود که مرگ طبیعی نداشته. جسد جونگ این رو کالبد شکافی کردن و دکتر پرونده توی دادگاه گفت کالبد شکافی جونگ این بدترین مورد کودک آزاری بوده که توی 20 سال تجربه کاریش دیده. دکتر گفت تا الان بیش از 3800 جسد رو کالبد شکافی کرده و اما تا حالا حتی یک موردم پارگی لوزالمعده بین اطفال ندیده بوده. در چنین پارگی توی کودکان فقط وقتی رخ میده که جسم سنگینی روی شکمشون باشه و نیروی شدیدی روی شکمشون وارد بشه. دکتر نتیجه گرفت که با توجه به پارگی اندام داخلی یک آدم بزرگسال روی شکم جونگ این لگد میکرده، یا بهتره بگم حتی میپریده. همچنین گفت که بچه 3 الی 5 روز قبل از مرگش مورد ضرب و جرح خیلی شدیدی قرار گرفته، چون چند روز آخر زندگیش به قدری درد داشته که حتی نفس کشیدن هم براش دردناک بوده. دکتر توضیح داد دلیل این که جونگ این توی مهد گریه نمی کردم همین بوده. نمیتونست گریه کنه، انقدر درد داشت که حتی گریه‌اش هم نمی اومد. خلاصه نتایج کالبد شکافی نشون میداد که به دلیل پارگی اندامهای داخلی 80% خون جونگ این هنگام مرگ توی شکمش جمع شده. استخوان‌های ترقوه‌اش، دنده‌هاش، بازوهاش شکسته بودن. یه سری از شکستگی‌ها مربوط به 2 الی 4 ماه قبل بودن و خودشون هم جوش خورده بودن و باز هم شکسته بودن. کبودی‌های بیشماری روی صورت، گردن، گوش‌ها و پاهای جسد دیده میشد. حتی روده بچه هم بر اثر فشار پاره شده بود. پس از مرگ جونگ این، سلبریتی‌های کره جنوبی و خیلی از مردم برای افزایش آگاهی در مورد کودک آزاری و سوء استفاده‌ای که از کودکان میشه هشتگ سوری جونگ این رو ترند کردن و احتمالاً همتون هم این هشتگ رو توی توییتر دیده باشین، ولی خب خیلیاتون دلیلش رو احتمالاً نمیدونستید. خلاصه توی دادگاه جانگ هایونگ یعنی مادر جونگ این توی اولین محاکمه به دلیل کودک آزاری و قتل درجه اول به حبس ابد محکوم شد، اما در جلسات بعدی دادگاه حکم اولیه تغییر کرد و مجازاتش 35 سال زندان رو برای هایونگ صادر کردند. هان سونگیون پدر جونگ این مدعی شد که توی این آزارها و شدتشون با خبر نبوده و در دادگاه فقط به دلیل رها کردن کودک توی شرایطی که آزار میدید به 5 سال زندان محکوم شد. فقط و فقط 5 سال. آمار کودک آزاری توی کره جنوبی سال به سال در حال افزایشه، به طوری که 71.7% از موارد کودک آزاری توی کره جنوبی توسط پدر و مادرها رخ میدن. 15% هم توسط مهد کودک و معلم‌ها، 4.5% هم توسط آشنایان و 8.8% هم توسط غریبه‌ها. طبق آماری که توی اواسط سال 2017 اعلام شده، تعداد گزارش‌های کودک آزاری توی کره جنوبی به این شکله: سال 2013 6796 مورد ثبت شده، سال 2014 10027 مورد، سال 2016 18700 مورد، سال 2017 هم فقط 6 ماه اول سال 10647 مورد و این یعنی فاجعه. توی یک سال به 18000 بهتره بگیم 20000 کودک آزاری رسیده، یعنی فاجعه. خب بچه اینم پرونده امروزمون بود که خیلی خیلی دردناک بود. من خودم خیلی وقتی که داشتم سرچ میکردم و در موردش میگشتم خیلی اذیت شدم و امیدوارم که دیگه هیچ وقت همچین اتفاقی برای کودکان و کودک آزاری اصلا رخ نده. خلاصه بچه اگه از این ویدیو خوشتون اومد و براتون جالب بود حتما ویدیو رو لایک کنید و چنلم سابسکرایب کنید که پرونده های جنایی پیچیده در و حل نشده تر و جالب تری تو راه. پس حتما ویدیو رو لایک کنید، چنلم سابسکرایب کنید و خیلی حرف نمیزنم و تا ویدیو بعدی خداحافظ.